کوچه های خالی و خانه های ولنگار و بی آدم، مثل که اینجا دیگر آثار از زندگی نمانده است. این محله یرموک پناهگاه فلسطینیان آواره است که در 10 کیلومتری دمشق پایتخت سوریه جایگیر است. در هر در و دیوار این مکان آثار خرابی جنگ 13 ساله شهروندی دیده می شود. معمولاً این گونه مکانها را نظامیان حکومت بشار اسد با بهانه شکار اسلامگرایان بمب باران کردند. زخم از این حمله ها که قلب یرموک را شکافته است. این گونه شهرک‌ها گذشته پر از خشونت را پس سر کردند و حالا در انتظار آینده نامعلوم هستند. با گذشتن از اینجا احساس می شود که نظامیان بشار اسد بیرحمانه به محله های اهالی نشین حمله کردند. همه جا ویران است. اینجا 150,000 نفر زندگی می کرد. حالا یک شهر بی آدم است. 50,000 people live in here. Now it's a ghost town. حسام جامع مهندس ساکن یرموک از زمان جنگ خاطره های تلخ دارد. آنها با موشک و بمب و هواپیما حمله می کردند. رژیم همه گونه سلاح را استفاده می کرد و آدم زیاد زنان و کودکان کشته شدند. خانواده او از کمترین شخصانی بودند که در یرموک ماندند. او باور دارد که همسایه هایش برمیگردند. پس از فرار بشار اسد از سوریه بسیاری از فراری ها برمیگردند تا ببینند از خانه هایشان چی مانده است. با وجود مشکلات زیاد بسیاری ها میخواهند که خرابه ها را بازسازی کنند و به زندگی خود ادامه دهند. همین که اجازه شد برگشتیم و خانه‌مان را چنین یافتیم. همه چیز غارت و سوخته است. حسین با خانواده‌اش سال 2011 پس از آغاز جنگ فرار کرده بود. از زمین و آسمان تیر می‌بارید. وضعیت دشوار بود و هر لحظه مردن ممکن بود. حالا او می‌خواهد خانه‌اش را بازسازی و در اینجا زندگی کند. او میگوید اگر جنگ واقعاً پایان یافته باشد، تابستان با اعضای عائله‌اش به یرموک برمیگردد. کسی نمی‌داند که چند نفر در یرموک زندگی می‌کند. سال 2018 بخش سازمان ملل در امور پناهندگان گفته بود که 800 نفر در اینجا زندگی می‌کند. ساکنان امیدوارند که ده‌ها هزار نفر دوباره برمیگردند به مکانی که برای بازسازیش سالهای دراز لازم است.